خبرها رو پی میگیریم. نخستین مرکز توسعه و تولید قراردادی وینووا با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پارک علم و فناوری البرز آغاز به کار کرد. پرده برداری از مرکز تلفیق دانش و صنعت و بهره برداری از نخستین مرکز توسعه و تولید قراردادی کشور در پارک علم و فناوری البرز. دو تا برنامه کلی در دولت وجود داره. یکی تسهیل و رفع موانع کسب و کاره. دوم حمایت هایی که در قالب قوانین حمایتی مثل قانون جهش تولید و امثال ها ما میتونیم انجام بدیم. بحث اعتبار مالیاتی، سرمایه گذاری مشترک. این مرکز محل فعالیت بخش‌های تحقیق و توسعه برخی صنایع و نوآوران و فناوران خواهد بود. هم به اشتغال جوانان کمک میکنه، هم به افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان کمک میکنه و هم ان شاءالله کمک میکنه که صنایع در حل مسائل‌هاشون موفق بشن و وابستگیشون به منابع خارجی کمتر بشه. خدماتی که این مرکز خواهد داد علاوه بر شرکت‌های مستقر در پارک شامل سایر شرکت‌های دانش بنیان و فناوری که خارج از پارک هم هستند خواهد بود. این مرکز با مساحت 7400 متر مربعی در مدت 1 سال و با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده. بالغ بر 75 میلیارد تومان بخش خصوصی در اینجا سرمایه گذاری کرده و تقریبا در میشه گفت در کشور به عنوان نمونه است که در تمام زمینه‌های صنعتی، اما غذایی، ساختمانی، الکترونیکی، دارویی، برق، مکانیک، در همه زمینه‌ها آماده همکاری با جوانان خوشفکر و خوش‌اندیشه و شرکت‌های دانش بنیان استان است. واقعا یک الگوی خیلی خوبی شد. ما این تلاشو داریم چون اماکن زیادی هست که ما میتونیم با بخش خصوصی اینا رو بیایم تأسیس کنیم و در اختیار مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور قرار بدیم. مرکز توسعه و تولید قراردادی وینووا علاوه بر شتابدهی به روند فعالیت‌های فناورانه، پاسخگوی نیازهای حقوقی، ICT و مدیریتی فناوران نیز خواهد بود.